سلام دوستان، وقتون بخیر. با مبحث اعداد در خدمتتون هستم. یادگیری کامل اعداد در زبان ترکی. خب از 0 تا 10 به ترتیب میشمارم. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 این 0 تا 10 هست. بریم 10 تا 100 رو هم یاد بگیریم. 10 خودش میشه 10، 20 میشه 20، 30 میشه 30، حالا 40 میشه 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100. خب از عدد 10 تا 100 رو یاد گرفتیم. بریم حالا بگیم به طور مثال 12. برای اینکه من بتونم بگم 12 یک 10 داره، عدد بزرگتر 12 10 هست، بعد یه دونه دو هم حالا پشت سرش اومده. برای گفتن 12 میتونیم بگیم اون ایکی. نگاه کنید خیلی ساده، اول عدد بزرگتر رو گفتم، بعد دو رو گفتم، اون ایکی، این میشه 12. میخوام بگم 15، اول عدد بزرگترش که 10 هست رو میگم، بعد 5 رو میگم، اون بش 15. خب میخوام حالا اعداد بعدی رو بگم. به طور مثال بگم 38، 37، حالا 33 رو بگم. به طور مثال میگم اول 30 رو میگم، بعد 3 رو میگم جداگانه، اول عدد بزرگتر، بعد عدد کوچکتر. خب 33 به طور مثال. خب بریم اعداد بالاتر. به طور مثال بگم 65، اول 60 رو که عدد بزرگترش هست رو میگم، 60، بعد 5 رو میگم، بش میشه 65. خب عدد بالاتر به طور مثال عدد 87 به طور مثال 87. خب اول 80 رو میگم، بعد 7 رو میگم، 87. 87. خب تمام اعدادها به این ترتیب است. اول عدد پایه بزرگترش رو میگیم، بعد حالا عدد کوچکترش رو میگیم. حتما سابسکرایب هم یادتون نره. ممنون که هستین.